هفدم برداوامی خواپیشاندان روجلات کردستان و ایران او سرکوتکرن و بمپیکرن رژیم ایرانی در ماف مرووندا سزای نافدولتی لسر ایران تندتر دبه. افجا رژی زیادتری سی اندام جه هر دو پارتیین کوماری و دموکراتی ده انجمن پیران یا امریکی دا دوباره بریارا کوبانگا پشتگیریا خواپیشاندان لدیجی رژیم ایرانی دکه پیشکش کرد. سروک کمیتا پیوندین درو یا انجمن پیران بوب منندز راگهان دوی امریکا و جواکا نافدولتی بیدنگ نبینن ده دماغ و سرکوتکرن رژیم ایرانی جه خواپیشاندانان را بردوامه. منندز سربار کرد که پیوست امریکا کار لسردوزا سرکوتکرن رژیم ایرانی جه خواپیشاندانان را لهر کوربندک نافدولتی بکه و پیوست املگل حوالبندین خواه ده سپاندن سزاین لسر رژیم ایرانی دا بردوام بد. منندز ده تویتک دا راگهانده بو که پاسدارن ایرانی کمک تروریه و هجمارک مزن جه سیویلان بونا قربانی جه کارن وین تروری را هروها اف کوم صدما تندو تجیه لروجلات ناوین و جهانه. جه آلی کی دن و اندام انجمن پیران جیم ریتش بانگ لسروک امریکا جو بایدن کرد که بکارن زیدتر دوی درباره دا رابه. دا کو سرکوتکرنا رژیم ایرانی جه جنان را بداوی وره. و بری آنها جی وزارت درویا امریکی راگهاند بو که امریکا رژیم ایرانی لسر کشتن خواپیشانداران سزا بکه و دیار کرد که اف رژیم بویا صدما تولهویه لدوره و جهانه و دانستاندن ریکفتن اتومیا ایرانی نهاد نپلانا ویدانه. هر دوی درباره دا وزیر کاروبار دروا یه بریتانی لیو دوکیرتی ده پرلمان بریتانی دا راگهاند که بریتانیا کار لسر راگهاندن پاسدارن ایرانی وک ریخستنک تروری دکه. هر دوی درباره دا بوب منندز اندام انجمن پیران یا امریکی دلخوشی خو جپینگا و حکومت بریتانی را یا درباره راگهاندن پاسدارن ایرانی و کریخستنک تروری یا نافدولتی دا نشان. افدمک او سزای نافدولتی لسر عالی و برپرسن ایرانی هاتنه سپاندن. لچافدیر دبیجن دوی حلویستا نافدولتی تندتر به. دا کو سرکوتکرن و بمپیکرن ایرانی راوستن.